سلام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من شکیبام، دانشجوی پزشکی علوم پزشکی البرز و اینکه همونطوری که از روی تایتل مشخصه قراره راجع به اینکه کلا سال کنکورم، سالی که پشت کنکور موندم صحبت بکنیم. چون توی ناشناس من از بچه‌ها خواستم که توی چنل تلگرام اینجا براتون قرارش میدم، این پایینم هستش. با بچه‌ها صحبت کردیم و قرار شدش که یک سری مشکلاتی که بیشترشون دارن رو حالا لایک بکنن و ما درباره‌اش صحبت بکنیم. گفتم حالا که دارم راجع به این مسئله صحبت میکنم، همین اتفاقات تو سال کنکور خودم هم افتاده و بیام منم راجع به همین مشکلاتی که تو سال کنکورم برام اتفاق افتاد، مثل حرف بقیه، ناامید شدن پس از دادن آزمون، نتیجه نگرفتن با آزمونای پی در پی، منم بیام راجع به همونا صحبت بکنم. شاید بتونه یه ذره بهتون یه سری از چیزایی که همیشه هست اینه که حرف بقیه، مردم چی میگن، این مثلا بهم گفته نمیتونی، اون بهم گفته نمیتونی، اون بهم گفته نمیتونی و خلاصه اینکه هر کی از راه رسیده یه حرفی بهتون شروع بکنیم. من از همین الانش شروع میکنم. خب همتون میدونید من از آبان شروع کردم و پزشکی قبول شدم. یکی چیزایی که بچه‌ها خیلی میگفتن و خدا رو شکر یه عده دیگه شروع کردن و موفق شدن این بودش که یه عده میگفتن ما مثلا تو گفتی از آبان شروع کردی قبول شدیم، ماها الان رسیدیم آذر هنوز شروع نکردیم. چه فرقی داره بچه‌ها؟ یعنی قبول شدن من تو همون 1 ماه بوده. من چندین بار تو هر ویدیو گفتم که از عید به بعد 2 برابر میشه ارزشمندیش نسبت به قبل عید. یعنی کسی که بعد عید رو میترکونه از اونی که قبل عید خوب خونده خیلی بیشتر میتونه نتیجه بهتری بگیره. اما یه عده‌تون انگار نمیخواین بپذیرین، یعنی یه چیزی شده که نمیخوای مثلا قبولش بکنی، یا مثلا بهونه‌های الکی، من 5 روز نخوندم الان میخوام شروع کنم، دیگه دلم نمیخواد شروع بکنم. اصلا این یه سری بهونه‌ن. ببین مثلا من امروز بچهای تلگرام در جریانن، کمردرد خیلی شدیدی داشتم، بعد کلا آماده کردن تمام این جور چیزا، هی وقت غم شی، هی بعد این واقعا کمرم خیلی درد گرفت. خب من معمولا ویدیوها رو براتون 11 صبح ضبط می‌کنم و تا همین مثلا نیم ساعت پیش من دراز کشیدم به خاطر کمرم، یعنی حتی نمیتونستم بشینم. ولی بچه‌ها برگشتن گفتم که کمردرد دارم، احتمالاً نتونم مثلا ویدیو رو بگیرم. بعد بلافاصله گفتم آقا تو قرار بوده یه کاری رو انجام بدی، باید پاشی انجامش بدی. دقیقاً سال کنکورم هم همینطوری بود. شما یه برنامه میریزی برای خودت، بعد خودتو قانع می‌کنی که مثلا اگه این اجرا نشدهش اشکال نداره، حالا 2 روز دیگه میام جبرانش می‌کنم. 2 روز دیگه هم نمیای جبرانش کنی، اون مبحث رو کلا نمیخونی، بعد 5 روز 6 روز برمیگردی میگی که آقا من چون اون 5 روزو خراب کردم دیگه درس نمیخونم. یا مثلا مشکلات دیگران رو شما خیلی تاثیر میذارن. مشکلات پدر مادر، اتفاقایی که توی زندگی اطرافتون میفته خیلی روتون تاثیر داره. بچه‌ها زمانی که من کنکور، نمیدونم دیگه اینم بگیره یا نه، واقعا نویز اینو نمیدونم بگیره یا نه، ولی بذارید دقیقه چک کنم. ای خدا بچه‌ها، میکی واقعا قویه ها، داره قوی عمل میکنه ها. اگه کسی حالا کار یوتیوب انجام میده یا کاری میکنه که نیاز به میکروفون داره، واقعا من میکی رو بهش معرفی میکنم. تمام صدای آژیر اینو گرفته. حالا میدونم من ممکنه من نشنیده باشم، نمیدونم، صداش خوب بود. خلاصه داشتم میگفتم اتفاقای دیگران میتونه شما تاثیر بذاره. مثلا همین صدا میتونه تمرکز منو به هم بزنه. یعنی تو وهله اول خب این لحظه تمرکزم به هم خورد که ببینم این صدای چیه. و مثلا این حین درس منم خیلی وقتا این آژیر صدا در می آورد. خب مال یکی از خونه هاست دیگه، حواسو ممکنه پرت بکنه. یا خیلی وقتا میگین آقا صدای پدر مادر بیرون داره مثلا نمیذاره من درس بخونم، یا تمرکز منو داره به هم میزنه. بچه‌ها تا وقتی که خود شما نخواین، هیچ چیزی در این جهان هستی نمیتونه تمرکز شما رو به هم بزنه. هیچ چیزی نمیتونه شما رو از درس خوندن باز بداره. مثلا خب سال کنکور من بچه هیچ کس نمیدونست که من پشت کنکور موندم و همه فکر می‌کردن که من رفتم دانشگاه و دارم دانشگاه درس میخونم. و بچه فشاری که روی اعضای خانواده بود و فشاری که روی خود من بود واقعا زیاد بود، به خاطر اینکه خب دروغ گفته بودم دیگه، من داشتم واسه کنکور میخوندم، ولی چرا نگفتم. حالا خیلیاتون این مشکل رو دارین دیگه با خانواده. متاسفانه خانواده‌ها با مقوله پشت کنکور موندن و این سوال پرسیدنه یه ذره باعث میشن اون کسی که داره کنکور میده واقعا آسیب بشه. یا مثلا نتایج کنکور میاد، این تلفن رو دستت میگیری زنگ میزنی به طرف ممکن اصلا حال خودش انقدر بد باشه که دلش نخواد اصلا تو رو ببینه، چرا اصلا نمیخواد صدا تو بشنوه، اصلا نمیخواد وجود داشته باشه، بعد بیاد به تو توضیح بده که چرا مثلا امسال نشد به اون چیزی که میخواد برسه. من چون خودم دوست نداشتم و علاوه بر اون به خودم یه اعتمادی داشتم، به کسی نگفتم که پشت کنکور موندم و گفتم رفتم دانشگاه و بعد اینکه حالا قبول شدم، دقیقاً حتی تا زمان اعلام نتایج نهایی من به هیچ کس نگفتم. رتبه هام اومده بود ولی من به هیچ کس نگفتم که من کنکور دادم. و بچه‌ها من الان وضعیت خیلیاتون رو درک میکنم، اما لطفاً بپذیرین که تو اون 12 روزی که واسه کشور اتفاق افتاده بود، هیچ اتفاقی تو این چند سال اخیر بدتر از اون نبودش. یک، اصلا ما نمی‌دونستیم که قرار کنکور برگزار بشه. یعنی الان شما قشنگ میدونی آقا فلان تاریخ کنکور دارم، فلان تاریخ نهایی دارم.
عملا هر روز میگفتن که مشخص نیست، ممکنه بیفته اصلا تو شهریور ماه. ما نمیدونستیم کی قراره آتش بس اعلام بشه و کی قراره تموم بشه. که دقیق یادم سر داشتم آزمون زماندار زیست خودم گرفتم، یه دونه زدن همین نزدیک خونه ما و واقعا اون مثلا چند دقیقه و بعد من خب پدرم و برادرم بیرون از خونه بودن و داداشم داشت میرفت بیرون و پادگان نزدیک خونه ما رو زدن که طی اون اتفاق هم یه سری عزیزان شهید شدن، روحشون شاد. توی اون اتفاق یعنی جایی که پدر من بود و به اونجا خیلی نزدیک بود و برادر منم اصلا این داداشم داشت میرفت اونجا و ببین شما چقدر فشار و استرس میتونه روت باشه که نمیدونی واقعا یک ساعت بعد، نیم ساعت بعد قرار چه اتفاقی بیفته. یعنی این حق به من بدین که بدتر از این اتفاق توی زندگی هیچ کسی نمیتونه بیفته. دقیق یادمه رفتم سر جلسه کنکور تیر من جایی بودش که یعنی احتمال اگر آتش بس نبود و خب اعلام آتش بس شد و ما همون هفته بعدش کنکور دادیم دیگه، هیچ کی نمیدونست ممکنه یهو مثلا تصمیم بگیره که دوباره بخواد مثلا کاری انجام بده. ولی دقیقاً نزدیک به جایی بود که ممکن بود اصلا بزنه. ما چه میدونستیم که میدونستیم آتش بس قرار موندگار باشه یا نه. و با این وجود و خیلی از سر جلسه خالی بود و ولی با این وجود من کنکور رو دادم. و یعنی اگه قرار باشه به یه چیزی تو زندگی خودم افتخار بکنم به اینه که آقا تو اون سخت ترین شرایطی که یه عده جا زدن و اصلا دیگه نخوندن، رفتن جاهای دیگه، از شهر خارج شدن، درس و کلا گذاشتن کنار، تو تا آخرین لحظه جنگیدی. همین خیلی ارزشمنده. شاید من با طرز کنکور تیرم قبول نشدم، بردی بهش قبول شدم، ولی میگم آقا همین که تو تا اونقدر خودتو مسئولیت پذیر دونستی که تا آخرین لحظه تلاش کنی، همین بسته. و یکی از داستان‌های من با شماها اینه که همش به نشدن فکر می‌کنی. بچه‌ها مگه میشه حتی رتبه یک کنکور هم به نشدن فکر می‌کنه؟ اصلا یه چیز غیر قابل کنترله، هممون فکر می‌کنیم. چون داری یه تلاشی می‌کنی، یه کنکوری هست که خب بیشترش ناعادلانه است به خاطر این سهمیه‌ها و اینا. حالا لطفاً هر کی سهمیه داره نیاد زیر اینجا برین. سهمیه که تاثیر نداره، هر کی سهمیه تاثیر داره هیچی نمیشه. یکی عزیزان داخل چنل تلگرام باشین دیدیم که اومده بود بعد حالا اینو بهتون بگم. به من گفتش که تو این تو عقده‌ای هستی. آره تو عقده‌ای هستی. گفتم داداش ببین من اول اصلا قبول شدم، تو قبول بشی یا قبول نشی نه رو زندگی قبل من تاثیر داره نه رو زندگی بعد من تاثیر داره. و من تمام حرفم، تمام دلسوزی من واسه اون عزیزیه که 2 سال، 3 سال، 5 سال، 6 سال پشت کنکور مونده، اون سهمیه 25% سال اول با رتبه 50000 اومده نشسته داره پزشکی میخونه. لطفاً پس اگه سهمیه‌ای هستین دیگه به من پیام ندید، چون دیگه این سری قشنگ برخورد نمی‌کنم، چون 2 بار شده میگن تا 3 نشه بازی نشه. این بار من پیام از سهمیه‌ای ببینم اصلا خوب رفتار. کنکور یه چیز فرازمینیه، هر کسی قبول نمیشه. آقا این هم آدم سختیشو کشیدن قبول شدن دیگه، پس تو هم میتونی قبول بشی. یه ذره بریم جلوتر راجع به حالا همین که اگه یه موقع این اتفاق افتاد که فامیل یا دوست آشنا ناامیدتون کردن، خیلیاتون میگن آقا پدر مادر ما. بچه‌ها تا زمان این مقصر 100% خودتی. تا زمانی که تو اون احساس 100% اطمینان به خودت نداشته باشی، هیچ کسی نمیتونه به تو اعتماد داشته باشه. تو وقتی اون مثلا میگی تو خودت نشستی گوشه آقا نکنه نشه، خب پدر مادرم به خودشون میگن آقا راست میگه دیگه، این که خودش داره میخونه میگن ممکنه نشه، من دیگه کجای کارم میخوام مثلا به این فکر کنم که بخوام به چیزای خوب فکر کنم که این قبول میشه. شما خودتون تعیین کنین بقیه راجع به شما چی فکر کنن. منم اینو قبول دارم که آقا گهگاهی احساس ناامیدی به آدم دست میده، کاملا طبیعیه. میگم همین امروز من پایین‌ترین تراز کارنامه‌مو فرستادم واسه بچه‌ها. نمیگم خیلی بد بوده ها، ولی خب مثلا یه تراز 5800 توی پایه داشتم و تراز کلم شده بود 6000 و این پایین‌ترین تراز من بود و من واقعا حالم بد بود. اما چیکار کردم؟ منطقی ترین کار چیه؟ منطقی ترین کار اینه که شما ناراحت بشی، یه ذره خودتو سرزنش بکنی، اما برگردی دوباره به میدون رقابت. نه اینکه ول کنی. یکیتون گفت من میخونم بعد میبینم نمیشه ول میکنم، بعد دوباره میبینم هر چقدر تلاش میکنم نمیشه، میگم خب مرد مومن، زن مومن، دختر خوب، خب تو ول میکنی، آزمونی بد میشه نمیگردی علتشو پیدا بکنی. بهترین کار بعد دادن آزمون تحلیل آزمونه. یعنی از خود آزمون مهمتر تحلیل آزمونه، تحلیل عملکردتونه، تحلیل اینکه چرا فلان درصدم از آزمون پیش کمتر شد، چرا من ترازم بالاتر نرفت، چرا من نتونستم تو این آزمون پیشرفت بکنم. همه اینا میتونه باعث بشه که شما پیشرفت بکنی. وقتی خب نمیگردی دنبال اینا معلومه نتیجه نمیگیری، خیلی طبیعیه. خب یکی از چیزایی که گفته بودین همین نتیجه نگرفتن تو آزمون با وجود ساعت مطالعه بالاست. متاسفانه این موضوع هست، اما منم خودم مثلا سال اولم داشتم این موضوع که ساعت مطالعه خیلی بالایی داشتم ولی نتیجه نمیگرفتم. بچه‌ها لزوما ساعت مطالعه بالا مهم نیست. یعنی مثلا طرف 12 ساعت درس میخونه ولی درست اصولی درس نمیخونه. یعنی
اون کتابه جلوشه ها، ذهنش یه جا دیگه است. فیلمی که نگاه میکنه، اون منبعی که کار میکنه منبع درستی نیستش. شما باید منبع تو درست انتخاب کنی، کلاستو بر اساس سطح درست انتخاب بکنی، کمالگرا نباشی، پیوسته درس بخونی، آزمونی رو که میدی تحلیل بکنی. صرفا اینطوری نباشه یه آزمونی بدم فقط، نه، تحلیل کنم، ایراداتمو پیدا کنم. مثلا آقا شکیبا تو امروز آزمون دادی، این آزمون پس رفت داشتی، چرا؟ برمیگردی به 2 هفته قبلت نگاه میکنی، میبینی که آقا من تو این روزا اصلا امید و انگیزه نداشتم، مثلا با عشق درس نمیخوندم، فقط اومدم برای اینکه بخوام برنامه‌مو تیک بزنم میشستم درس میخونم. اینا خیلی مهمه بچه‌ها، اینا چیزایی که میتونه تاثیرگذار بشه تو نتیجه نگرفتن تو آزموناتون. فقط خوندن مهم نیست، درست خوندن مهمه که اینا فقط و فقط خودتون میتونید پیداش بکنید. یعنی مثلا من الان بگم یکی میگه من حال درس خوندن ندارم، مثلا دنبال پیدا کردن یک کلمه جادویی از منی، مثلا بگم یا قرص فلانو بخور انرژی پیدا می‌کنی میشین درس می‌خونی. جز خودت، نه من، نه مشاور، نه نمیدونم رئیس جمهور، نه پدر مادر، هیچ کسی نمیتونه بهت کمک کنه. فقط خودت دست خودت رو میتونی از اون منجلابی که توش افتادی نجات بدی. یعنی صرفا فقط به این فکر کنی که مثلا آقا من الان یکی بهم یه چیزی بگه من میتونم دوباره شروع کنم، نیست. انگیزه درونیه. من بهت یه هیجانی میدم، مثلا این ویدیو نگاه میکنی 2 روز هیجان داری، بهش میگن هیجان. تا زمانی که انگیزه درونی نداشته باشی شروع نمیکنی. باید اون انگیزه درونی باشه و بعد ما منتظر باشیم که نتیجه حاصل بشه و تو طولانی به مدت مستمر درس بخونی. یکیتون مثلا گفته تازه شروع کردم، کند دارم پیش میرم، به مرور درست میشه. به مرور درست میشه اگه بخوای. ببینید مثلا یه داستانی که هست، من خودم خب اوایل یه ذره استرس داشتم، خصوصا تو سال اولی که داشتم درس میخوندم. بچه‌ها یه چیز رو همینجا بهتون بگم، چون مدرسه ممکنه یه عدتون برین، لطفاً درگیر حاشیه‌های مدرسه نشین. این با فلانیه، اون یکی با فلانیه، اون یکی با هم دوستن، اینا با هم دیگه دعوا کردن سر فلان موضوع، نمیدونم خانم فلانی به خانم فلانی اینو گفته، تو گروه بچه‌ها اینو گفتن با خانم فلانیان. تو رو خدا اینا رو اصلا بهشون توجه نکنید. تمرکزتون رو بذارید رو خودتون، سرتون رو بندازین پایین، برید مدرسه، برید جایی که حالا درس می‌خونین، برید کتابخونه و برگردین. درگیر آدم‌ها نشینید. اینو من دارم تقریبا تو همه ویدیوها میگم که خودتون رو درگیر آدم‌ها نکنید. درگیر آدم‌ها شدن یعنی افت کردن، یعنی فراموشی خودتون. سعی بکنید با آدم‌ها ارتباط بگیرید ولی تو رو خدا خودتون رو درگیرشون. سراغ ادامه بچه‌ها، اول از همه یه چیز بهتون بگم، امیدوارم امسال آخرین یلدایی باشه که شما پشت کنکوری هستین. امیدوارم سال دیگه به اون خواسته دلتون رسیده باشین. دیگه وقتی قشنگه که امید باشه. خیلی وقتا مثلا میشه طرف آرزویی هم که دلش میخواد میرسه، اما انگار اصلا هیچ انگیزه امیدی به ادامه زندگی نداره. قدر اون چیزهایی رو که براشون زحمت کشیدین و به دست آوردین رو بدونید. وقتی به دستشون آوردین دیگه بی‌ارزش نشن براتون. خیلی وقتایی که مثلا من یه آدمو مثال میزنم، شما یه آدمو خیلی دوستش داری و به دستش میاری ولی مراقبت کردن ازشو بلد نیستی، لذت بردن ازشو بلد نیستی و اونو از دستش میدی. میخوام بگم قدر بدونید، قدر لحظه‌تون رو بدونید. همین الانم که پشت کنکوری هستین، تصور نکنید وای من دارم مثلا بدبخت‌ترین سال‌های زندگی، من بدبخت‌ترین آدم رو کره زمینم. بدبخت‌تر از شما هم هست. واقعا هست. کسی که مجبور شب تا صبح خونه داری بکنه، غذا درست کنه، بذاره جلوی شوهرش، شب شوهر بیاد 1000 تا گیر و واگیر بهش بده که غذات اینه، غذات اونه، خونه اینجاش تمیز نیست، بعدش هم پولی تو جیبش نباشه. ببین شما دارین تلاش میکنید واسه اینکه بعداً آقا یا خانم خودتون باشین. حرفا داشتم با یکی صحبت میکردم، میگفتش که شکیبا من میگم به بچه‌م درس بخونه به خاطر اینکه مثل من نشه. به خاطر اینکه من وای میسم بغل خیابون تا پول برای من بریزه شوهرم تا من بتونم سوار تاکسی بشم برم خونم. و اگر ما با هم دعوامون شده باشه این پول رو نمیریزه و من ممکنه 1 رو نیم ساعت همونجوری وسط خیابون وایساده باشم. این حرفا رو که میزنم فقط به خاطر اینکه بچه‌ها بفهمید بدبخت‌تر از شما خیلی هست. یعنی الان که تو داری واسه چیزی میجنگی که قرار خوشبختت بکنه ولی یکی دیگه هیچ راهی نداره. میخوام همه اینا رو بهتون بگم. فقط بدونین که آقا یه ذره انرژی داشته باشین، یه ذره انگیزه داشته باشین. در آینده قرار از خودتون بابت این سال‌هایی که تلاش کردین تشکر بکنید. قراره در آینده بابت اینکه فلان جا جا نزدی از خودت تشکر بکنی و همیشه بدبخت‌ترین آدم جهان هستی تو نیستی. خیلی هاتون مثلا میگن آقا من خانواده‌ام اینجوریان، من بدبخت‌ترینم. اصلا من اینجور صحبت کردن بدم، یعنی آدمی که اینجوریه واقعا دوست ندارم باهاش صحبت ادامه بدم. با آدمی که ایرادشو پیدا کرده دنبال رفعشه دوست دارم مثلا بیشتر ارتباط بگیرم تا اون کسی که سوالای الکی میپرسه، چرت و پرت میپرسه و فقط دنبال اینه که یکی مثلا یه چیز بهش بگه یا یه سوالی بپرسه که فقط درس نخونه. بریم سراغ حالا دی ماه. بچه توی دی شما باید یه مروری داشته باشین برای هر آن چیزی که خوندین تا دی ماه. لطفا این 2 تا آزمون قلمچی رو جدی بگیرین. اگه قبلا خوندین که حتما این 2 تا آزمون رو شرکت بکنید. من خودم شرکت کردم. ترازام اتفاقا بالا شد 6500 یه دونه داشتم. بالاترین تراز منم بچه ترازم 6700 بود. یا 6600 بود یا 6700 بود. 6900 هم داشتم یعنی پایه 6900 بود. 12ام چون پایین شده بود تراز کلم شده بود فکر کنم 6600. توی دی ماه سعی کنید مرور داشته باشین. مرور
مرور کردن توی دیماه خیلی مهمه. کسایی که عقب افتادن میتونن تو دیماه مباحثی که عقبن رو جبران بکنن. و یکی از بچه‌ها مثلا میگفت از آذر شروع کردم، خیلی مطالب رسیده بود بچه‌ها. واقعا دمت گرم. از همینجا دوباره بهت میگم دمت گرم که شروع کردی و از آذرم شروع کردی و یه سری مطالب خیلی زیادی رو رسیدی. بریم سراغ ادامهش. خب بچه‌ها من توی اسفند ماه متوجه شدم که 11 نیست توی کنکورمون، توی امتحان نهایی، و واقعا میتونم بگم که از بهترین اخبارها بودش که متوجه شدم 11 نیست. ولی فکر کنم اول عید رو برای همتون تعریف کردم که تو اول عید اومدن گفتن که هست. اونم یکی از سخت‌ترین روزهای زندگیم بود، یکی از ناامیدترین روزهای زندگیم بود. بچه‌ها من اون روز درس نخوندم. روز اول عید بود. کلش درس روز 29 بود فکر کنم. آره 29 بود و من هم 29 هم 21 هم یکم درس نخوندم و من واقعا نمیدونستم بعد چیکار می‌کردم. ولی همیشه ناامید نباشین، یعنی همیشه اون دری که بسته میشه خدا یه دونه بهترشو برات باز میکنه. حالا اون سال که 11 حذف شد، ولی خودتون رو خیلی ناامید نکنید، یعنی همیشه بهترین اتفاق قراره بیفته، همیشه قراره خدا یه جوری همین چیزا رو بچینه به اون چیزی که دلت میخواد برسی. و در نهایت رسیدیم به اردیبهشت ماه که من دیگه از اواسط فروردین رفتم پانسیون و تا خرداد پانسیون بودم. یکی از برهه‌هایی بود که خیلی داشتم سختی می‌کشیدم. یعنی پانسیون رفتن، کتابخونه رفتن، کلاً یه داستان داره. خب من از یه جا با فاصله 40 دقیقه میرفتم یه جای دیگه برای پانسیون، چون پانسیون خوب تو شهر، تو جایی که خودم زندگی می‌کردم پانسیون نبود و کتابخونه‌ش هم خب بچهای درس خون زیاد توش نبودن. مجبور بودم یه فاصله 40 دقیقه‌ای رو برم یه پانسیون اونجا درس بخونم. و بچه‌ها اونجا هم محیطی نبودش که بخوام بگم وای همه چی عالی بود، یه عزیزی بود اونجا خیلی تو مخ من بود و خیلی اذیت می‌کرد بچه‌ها. حالا امیدوارم گیر آدمای اینجوری تو سال کنکورتون نباشین، گیر و آدم‌هایی که نمیدونم اصلا نمیدونم چجوری تعریفشون بکنم، درگیر آدم‌های گیر میشین. ولی من دیگه چون عادت کردم به اینکه گاهی وقتا باید چشتو ببندی روی سری مسائل و بهشون نباید فکر بکنی، سعی کردم که نادیده بگیرم. یعنی سعی کنید نادیده گرفتن و کری کوری و لالی رو یه ذره تمرین بکنید، چون تو زندگیتون قراره بعدها خیلی به کمکتون بیاد. و دیگه رسیدیم به خرداد ماه و امتحانای نهایی. یادم میاد اولین امتحان نهایی بچه‌ها من دیر رسیدم، اینکه حالا دیر خیلی برسم ولی داشت دیر میشد. همه اون مثلا روزا و اون ساعت‌ها و اینا همشون یادآور یه تلاشیه که تهش به نتیجه رسیده. الان اگه اون موقع بهم میگفتن قراره اینجوری بشه، اینجوری بودم که هیچ اشکالی نداره، من حاضرم استرس اون روزا رو تحمل کنم، حرفای جفنگ اون مدیر اون مدرسه رو تحمل بکنم. یا یه خانم اونجا بود بچه‌ش مثل ما کنکوری بود، داداش واسه امتحان گفت بچه‌ی من گفته من همه درس‌ها رو 20 شدم، الان اومده من میگه مامان من ادبیات 18 میشم. بعد فکر کنم مثلا اون هیتش از بچه‌اش تعریف می‌کرد و ما خب امتحانمون بودش، میگفت تراز بچه‌ی من تو کنکور اردیبهشتش 11000 بود. و من اینجوری بودم که تو خدا داریم واسه نهایی ما هم داریم درس می‌خونیم، چرا داری سعی می‌کنی بقیه رو ناامید بکنی؟ من که خب معمولا میگم عادت کرده بودم به حرفای جفنگ بقیه خیلی توجه نکنم، ولی سعی کنید آدم‌ها خیلی زیاد تلاش می‌کنن شما رو ناامید بکنن. وقتی راه درست رو داری میری مطمئن باش قراره کلی سنگ جلوت بندازن، مطمئن باش قراره خیلی آدما بگن تو نمیتونی موفق بشی. یعنی اینو 100% میتونم بهت بگم. و رسیدیم به آخرای خرداد و اون اتفاق شومی که حالا اتفاق بعدی که واسه کشور اتفاق افتاد و براتون تعریف کردم. میگم اگه فکر کنید خیلی بدبختین کافیه یه ذره به اون زمانا فکر کنین که یه سری پشت کنکوریا نمیدونستن قراره چه گلی تو سرشون بریزن. و خب من خیلی امید داشتم به طراز تیرم، گفتم بالاتر میشه و حالا یه جای خیلی بهتر از حالا البرز میتونم قبول شم. ولی نشد و اون برهم گذشت و حالا میتونم بگم که میرسیم به آخرای کنکور رو دادیم، همه چی تموم شده و طراز کنکور تیر اومده و من دیدم که از کنکور اردیبهشت هم پایین‌تر شده. بچه‌ها واقعا فکر نمی‌کردم درصدم اونی بشه که توی کارنامه‌ام زده بودم. من مطمئن بودم اعتراض که بزنم درصدم میاد بالا، ولی مطمئن بودم که مطمئن باشین که همین اعتراضا الکیه و حتی نتایج اومده بود بعد به این اعتراضا پیگیری کردن. نمیدونم حالا چرا درصدی خصوصا زیست من اون درصدی که خودم فکر می‌کردم خیلی بالاتر از اینی بودش که شده. هوای بعدش بخوام بهتون بگم خیلی راجبش صحبت کردم براتون، اما خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. اصلا قابل توصیف نیست. مثلا اینکه دنبال اینی روپوش بخری، دنبال اینی که اون چیزی که می‌خوای و دنبال اینی که بهمن ماه باز شه و با یه سری آدم‌هایی که نمیگم قراره همشون بچهای خیلی خفنی باشن، قراره هممون با هم خیلی خوش بگذرونیم. همین الان تو گروهمون واقعا دعوا شده به خدا، اگه تو گروه ما باشی کلی دعوا شده، ولی قرار نیست با همه آدمای اونجا حال بکنی. قراره یه تک و توک دوست صمیمی پیدا کنی و تا سالها باهاشون این مسیر 7 ساله رو ادامه بدی. یعنی که از 90% مشکلات بچه‌ها با خودشون اینه که آقا من هیچ کاری تو زندگیم نکردم. و این اولین راهیه که شما میتونی به خودت ثابت کنی که توانمندی زیادی داری. اولین جاییه که از بین این همه داوطلب تو میتونی فلان دانشگاه قبول بشی، فلان رشته قبول بشی. این اولین جا و اولین قدم واسه اثبات اینه که تو آدم ارزشمندی هستی. یک هویتی در توی جامعه پیدا کنی. لطفاً براش تلاش بکنید. چون 90%تون 100%تون اصلا توانمندیشو دارین، فقط کافیه یه دقیقه شروع کنی. یه جا بهت بر بخوره، یه تلنگری بهت وارد شه و شروع بکنی. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. بچه‌ها حالم اصلا خوب نیست، یعنی وسطای ویدیو قشنگ اینجوریام که کاش ویدیو رو تموم کنم و پاشم برم سرگیجه شدید، کمر درد.
امیدوارم فقط ویدیو براتون مفید باشه. هر سوالی هر چی داشتین میتونین چنل تلگرام بپرسین. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. دوستتون دارم. خدافظ.